استقلال را باز به زینه یکم برمیگرداند و حتما در رقابت امروز لازم است اینجا به ما هیئت دسته استقلال نشان داده میشود برسانند در رفته رقابت امروز و آن فوتبالبازانی که در هیئت ذخیره قرار دارند. هیئت دسته هولبوک را ما میتوانیم متوجه بگردیم که باز چند نفر دیگر آمدند به دسته فوتبالبازان نامدار زمان استاد اشتکش را بالا میگرداند و رقابت دسته های استقلال و هولبوک بیاید به این حمله متوجه می‌گردیم. ضربه هم زده می‌شود دروازه‌بان به مشکلی این حالت را زمان دو زده ایستاده است از همه آواز بلند پرتاب به داخل جریمه گاه امکانیت برای ضربه زنی وجود دارد. ضربه امیربک جورابویف و کمالوف بعداً یک پرتاب باقی و از آن ارسال به داخل جریمه گاه و رضا دهقانی کمالوف او در کنار با توپ ارسال به داخل جریمه گاه و رضا دهقانی ورزشگاه مخلصان خیلی زیادند پس بوزیو پرتاب به داخل جریمه گاه پاس خوب بود وارم اینجا کار میکند ضربه به طرف دروازه و گل میتوانیم متوجه بگردیم بار دیگر چگونه حرکت کرد رومیش جلیلوف مشاهده کرد کنج خولی فرصت خوبی گل زدن ضربه و گل آفساید آفساید گرفته می شود دوستان عزیز و چگونه اینجا توپ با داخل جریمه گاه پرتافته شد اونجا در را درست قبول کردن نتوانست ولی حمله ادامه خواهد کرد. پرتاب نوبتی امکانیت و اینجا طویل با خط هجوم خالدین توراخانوف کوشش میکند برای گرفتن توپ بر مقابل امروز مخصوصا جوشوا چوکو بسیار ضربه نوبتی و گل یک نفر را فریب داد و بعدا ضربه خود را اجرا نمود مسئول غفورов که ضربه اجرا کرده این و 11 ماه خواهند گذشت و رقیب دسته استقلال دسته وحش خواهد بود دو پیشی داشت دسته استقلال حساب رقابت 2-3 استقلال پیروزی خود را بر دسته هولبوک به دست می‌آورد و